سلام به همه. امروز می خواهیم در مورد 5 علامه صحبت کنیم که نشان می دهد شما یک مرد الفا هستید. مرد الفا دارای ویژگی های خاصی است که او را از دیگر مردان جامعه برتر می سازد. علامه اول، اعتماد به نفس بدون غرور. یک مرد الفا به توانایی ها و تصمیمات خود اعتماد کامل دارد. او به خود باور دارد اما نیازی به تحقیر دیگران برای اثبات ارزش خود ندارد. مثلا او به وضوح و با قاطعیت صحبت می کند، ارتباط چشمی برقرار می کند و در موقعیت‌های اجتماعی راحت است بدون اینکه به تایید دیگران نیاز داشته باشد. علامه دوم، رهبری و ابتکار عمل. مردان الفا به طور طبیعی نقش‌های رهبری را به عهده می‌گیرند. آنها پیش‌فعال هستند و به جای انتظار برای دیگران خود تصمیم می‌گیرند و اقدام می‌کنند. مثلا در محیط‌های گروهی او معمولاً قدم به جلو می‌گذارد تا سازماندهی کند، وظایف را تقسیم می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که اهداف به طور کامل محقق می‌شوند. علامه سوم، هوش احساسی و همدلی. مردان الفای واقعی احساسات خود و دیگران را درک و مدیریت می کنند. آنها همدلی و توجه نشان می دهند و روابط قوی بر اساس احترام متقابل ایجاد می کنند. مثلا او با دقت گوش می دهد، به دوستان و خانواده کمک می کند و تضادها را با درک و تدبیر مدیریت می کند. علامه چهارم، تاب آوری و انطباق پذیری. یک مرد الفا در مواجهه با چالش ها تاب آوری دارد. او به شرایط متغیر سازگار می شود، از شکست ها می آموزد و به جلو حرکت می کند. مثلا وقتی با مشکلات مواجه می شود، آرام می ماند، وضعیت را ارزیابی می کند و راه برای غلبه بر موانع پیدا می کند بدون اینکه از خونسردی خود خارج شود. علامه پنجم، خودبهبودی و جاطلبی. مردان الفا همیشه به دنبال بهبود خود هستند. آنها استانداردهای بالای تعیین می کنند، اهداف واضح دارند و برای دستیابی به آنها سخت کار می کنند. مثلا او زمان خود را برای یادگیری مهارت‌های جدید سرمایه گذاری می کند. از نظر فیزیکی اندام مناسب دارد و همیشه به دنبال راه‌های برای رشد شخصی و حرفه‌ای است. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، لطفاً آن را لایک کنید، نظریات خود را بگذارید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. سپاس از تماشای ویدیو. تا ویدیوی بعدی موفق باشید، پیروز باشید.